سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیز. فاطمه جان نثاری هستم و امروز میخوام تجربه‌ام رو در خصوص مراقبت از پوست باهاتون به اشتراک بگذارم. سالها از خشکی و کم آبی پوستم رنج می‌بردم. علی‌رغم استفاده از آبرسان‌ها و مرطوب کننده‌های متعدد، چه از برندهای داخلی و چه خارجی، متاسفانه نتایج مطلوب برای پوستم حاصل نمی‌شد. حتی من به سراغ محصولات گرون قیمت و مطرحم رفتم، اما بازم نتونستم رضایت کاملی از وضعیت پوستم داشته باشم. تا اینکه تصمیم گرفتم از روغنای کاملا طبیعی و خالص برند خودمون یعنی کاژان استفاده کنم. به طور خاص روغن بادام شیرین، روغن فندق و یه ترکیب ویژه به نام اکسیر جوانی که فرمولش انحصاری دست خودمون هست استفاده کردم. معمولا روغن فندق رو یا همون اکسیر جوانی رو نیم ساعت قبل از حمام به پوست، ابرو، مو و مژه های خودم میزنم و به آرامی ماساژ میدم. این کار به طرز چشمگیری باعث شفافیت، روشنایی و یک دست شدن رنگ پوستم شده و توی حمام نیز از صابون انار برای شستشوی صورتم استفاده میکنم و بعد از حمام مجدداً با روغن بادام شیرین پوستم رو مرطوب میکنم. روغن بادام شیرین یه آبرسان خیلی فوق‌العاده‌ایه. با اطمینان بهتون میگم که تاثیر این روغن ها به مراتب بیشتر از هر آبرسان و کرم دیگه‌ای برای پوست صورت من بوده که تا حالا استفاده کردم. پیشنهاد میکنم قبل از روی آوردن به محصولات خارجی حتما این روغن‌های خالص و طبیعی رو امتحان کنید و معجزش رو روی پوست خودتون ببینید. هم هزینه زیادی انجام نمیدین، همین که روغن‌های 100% خالص و محصول ایرانی رو دارید استفاده میکنید و خیالتون راحت باشه که این روغن‌ها در تمام کرم‌ها، آبرسان‌ها و محصولات آرایشی بهداشتی استفاده میشه. پس شما دارید ریشه اون محصول رو به صورت مستقیم روی پوست خودتون استفاده میکنید.